سلام، وقت بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. ابوالفضل حائری هم قراره تو این آموزش نحوه کار کلی اسکرین فراگ رو با هم پیش ببریم. عرضم به خدمتون وقتی شما یک گزارش های از اسکرین فراگ میگیرین، برخی موارد رو اصلا شما نمیبینید. چرا؟ چون روش کار اسکرین فراگ رو بلد نیستین. در حالت دیفالت اکثر سایت اصلا نیاز نیست این تیک ها رو بزنید. خب، ولی باید سیستم کارش رو بدونید که اگر یک سایتی چطوری بود شما میتونید از این استفاده کنید. یا این بخش صفحات یتیم، اصلا اسکرین فراگ نمیتونه پیداشون کنه اگر یک سری تنظیمات رو نزنید. اوکی، حالا قراره تو این آموزش یک دیدگاه کلی راجع به حالا هم کرالرهای گوگل هم کرالرهای اسکرین فراگ داشته باشیم که بدونیم اصلا چطوری کار میکنن و تا وقتی راه و روش رسم و رسوم یک ابزار رو بلد نباشیم نمیتونیم تسلط کامل روش داشته باشیم. خب، سیستم کار موتور جستجوی گوگل رو اول من خدمت شما بخوام بگم. در ابتدای امر 3 تا بخش کلی داره. اوکی، که میشه دیسکاور، کرال و در نهایت ایندکس. اوکی، یعنی اگر ما یک URL اینجا داشته باشیم، خب، و گوگل نتواند، اجازه بدید من اینو بنویسمش. ما یک URL اینجا داریم. اوکی، گوگل برای اینکه بتونه این URL رو ایندکسش بکنه باید بتونه کرالش کنه و برای اینکه بتونه کرالش کنه باید دیسکاورش کنه. یعنی چی؟ یعنی پیداش کنه. پس سیستم کارش به این شکل میشه که از دیسکاور میره برای کرال. اوکی، و از کرالینگ میره برای ایندکسینگ و از ایندکسینگ حالا میره به سمت رتبه دهی و فلان. حالا اسکرین فراگ هم همچین حالتی رو داره چون کرالره، ولی دیگه داخل اسکرین فراگ ما چیزی به اسم ایندکسینگ نداریم. ولی خب طبیعتا اسکرین فراگ برای اینکه بتونه یک URL رو کرال کنه باید بتونه دیسکاورش کنه، باید بتونه پیداش کنه. حالا اینو با مثال بخوام خدمت شما بگم، شما فکر کنید این عنکبوت اسکرین فراگ. اوکی، و اسکرین فراگ وقتی وارد یک صفحه میشه میرسه به این لینک ها، درست؟ و از طریق این لینک ها و از طریق این لینک هایی که اینجا هست یک سری صفحات رو دیسکاور میکنه، پیداشون میکنه. وقتی که یک سری صفحات رو پیدا کرد از با کرالرهای خودش میتونه یک صفحه رو کرال کنه، صفحه‌ای که دیسکاور شده. اوکی، حالا یه مسئله اینجا پیش میاد. خب اینا رو گفتیم که چی بشه. شما فکر کنید یک صفحه یتیم اینجا دارید، صفحه‌ای که هیچ لینک داخلی، هیچ ارزم به خدمتتون داخل سایت مپ، حالا سایت مپ رو بذاریم کنار، داخل هیچ لینک داخلی به این صفحه داده نشده و در واقع صفحه یتیمه. اوکی، و اگر نتواند اسکرین فراگ این را دیسکاور کند پس طبیعتاً
نمیتواند کرال هم انجام دهد. اوکی. و وقتی کرال نتواند انجام دهد، پس طبیعتاً دیتای شما اینجا از این یه دونه URLی که دیسکاور و کرال نشده است ندارید. اوکی. پس پیشنهاد میکنم اول ساختار یک سایت رو ببینید. هر موقع میخواید یک صفحه رو کرال بکنید، حالا چه خودتونید چه رقیبتونید، ابتدای امر نگاه کنید که آقا اصلا ساختار این سایت چطوره. این رو هم بگم توی اکثر سایت ها محاله، بعید میدونم همچین سیستمی رو شما داشته باشید که همچین صفحه یتیمی رو پیدا کنید، حداقل توی سایت های جدید. چرا؟ چون هر URLی که ساخته میشه حداقل توی یک دسته‌بندی وجود داره. اوکی. و توی هر دسته‌بندی که باشه شاید پجینیشن بخوره و بره لینک های آخر، ولی حداقلش اینه که از یک جایی به این دسته‌بندی لینک داده شده. ولی خب اگر CMS قدیمی باشه، CMS رو بعد کد زده باشن، احتمال این که یک صفحه یتیم وجود داشته باشه وجود دارد. این کلیت کار اسکیمینگ فراگه که چطوری یک سایت، یک کرالر، یک عنکبوت، یک خزنده یک لینک را پیدا میکند و چطوری کرالش میکند و توی گوگل حالا چطوری ایندکس میشود. خب حالا برفرض ما میخوایم سایت خود اسکیمینگ فراگ رو کرال کنیم. اوکی. باید بریم نگاه کنیم خب اسکیمینگ فراگ آیا چیزی ما ازش میخوایم که داخل ساب دامین باشه یا ساب فولدر باشه که اینجا بهش لینک داده نشده است؟ اوکی. به طور مثال اگر اینجا بلاگ نبود و از هیچ جای داخل صفحات هم ما به بلاگ لینک نداشتیم، اینجا دیگه حالا باید سری کارهای دیگه میکنیم، کارا توی آموزش میگم خدمتشون. حله. حالا ما برای شروع سایت اسکیمینگ فراگ رو میدیم به ابزار و میگیم برای ما کرالش کن. خب همین ابتدا تا سایت حالا بیشتر کرال نشده سری توضیحات من خدمت شما بدم. شما وقتی دارید یک سایتی رو کرال میکنین، در حالت خیلی مواقع 99% مواقع نیاز به فایل های جاوا اسکریپت، نمیدونم CSS ها، عکس ها، پلاگین ها و تم ها ندارین و اینجوری فقط از شما ریسورس میگیره. اوکی. مثلا CSS رو من نمیخوام، جاوا اسکریپت رو نمیخوام، من صرفا فقط HTML رو میخوام. وارد تب کانفیگوریشن که بشیم، اسکیمینگ فراگ این آپشن رو به شما داده که چه چیزی را برای تو کرال کنم. من میگم آقا من اینا رو نمیخوام، جاوا اسکریپت رو نمیخوام، CSS رو هم نمیخوام. حالا هر کدوم از اینا رو توضیح میدیم. کلیر که بزنید دوباره اگر کرال بشه سایت، میبینید که هرچی به شما میاره صفحات HTML هستند، صفحات هستند که حالا دیتای خوبی دارن، میتونید ازشون بهتر استفاده کنید. حالا اینجا یه آموزشی ما دادیم که چطوری یک صفحه میتونه یتیم باشه داخل سایت، یک سایت رو چطوری گوگل میتونه کرال کنه. گوگل اسکیمینگ فراگ برای حل این مشکل اومده یک تنظیماتی اضافه کرده به اسم کرال لینکد سایت مپ، همچین چیزی، که میگه آقا میخوای خودم از فایل robot.txt برات سایت مپ رو بکشم بیرون؟ درست. بذارید من الان رو چکش کنم. خب اینجا یا سایت مپ داریم ما یا نداریم؟ من که چیزی نمیبینم. اوکی. خب پس باز هم نمیتونه سایت مپ رو پیدا کنه. درست. میگه حالا میخوای خودت
سایت مپ بدی بهش. دیفالت اکثر سایت ها همینه. وقتی داخل فایل ربات هم فایل سایت مپ، شما خودتون میتونید دستی بگید آقا اسکرین فراگ، شاید نتونید رو پیداش کنی، بیاین سایت مپش. اوکی. و با این حرکت دیگه شما این صفحات یتیم رو ندارید مگر آنکه اون صفحه داخل سایت مپ هم نباشد. خب الان اینو ما استارتش رو بزنیم، یورل های اول هم سرعتمون بیشتر میشه، هم ارزم به خدمتتون سایت مپ رو کرار میکنه و از طریق سایت مپ به مابقی صفحات هم دسترسی پیدا میکنه. این کلیت کار اسکرین فراگه که چطوری اصلا میخزد و یه سری تنظیمات هم یاد گرفتیم که حالا به کارمون میاد در آینده. امیدوارم به دردتون خورده باشه. هر سوالی چیزی هم راجع به این بخش داشتین توی کامنت ها از بنده بپرسید. خدا نگهدار.